کوچه ای باریک با دیوارهایی که انگار سال هاست نفس نمیکشن. در انتهای کوچه گربه ای زندگی میکرد. نه کسی دیدش غذا بخوره، نه کسی شنیدش میو کنه. فقط یه چیز معلوم بود. هر وقت کسی میمرد، گربه همون شب روی پشت بوم خونش ظاهر میشد. مینشست بی حرکت و به تاریکی زل میزد و بعد صدایی شنیده میشد. نه صدای گربه، نه صدای آدم. یه جور زمزمه، مثل کسی که از زیر خاک حرف میزنه. همسایه ها میگفتن اون گربه با مردگان حرف میزنه. نه برای گریه، نه برای ودا، برای یاداوری. یه شب پیرمردی از کوچه رد شد. ایستاد، به گربه نگاه کرد و گفت: من هنوز زندم، ولی صدای تو رو شنیدم. گربه بلند شد، نزدیک رفت و فقط یه بار میو کرد. صبح پیرمرد نبود. فقط ردی از خاک جلوی در خونش مونده بود. از اون شب گربه هر شب همونجا می نشینه. نه برای مرده ها، برای اونایی که هنوز نفهمیدن وقت رفتنشونه. و هر کس صدای اون میو رو بشنوه میفهمه که دیگه وقتشه. فقط باید جرأت کنه گوش بده.